تماسی نیست ولی میبینیمش عکس من دیدم تگ میشونه یه جا تگ بنده خدا میشونه 50 سال پیش من کوچک بودم خواهرم گم کردم میگن اصفهانه اسمش زهرا رجبیه اسم منم فیض الله رجبیه الان 50 سالی داری میگردی دنبالش گیریم نیامده قربان دسته کجاها گشتی همین تهران گشتم تهرانو بله اصفهان اصلا نرفتی ببینی چرا نمیری تا اصفهان پول ندارم پولش نداری پول میخوام سال 40 بود مثل که مادرم مرد منم یه جنس بیس خرید و فروش میکردم من انداختم زندان قصر آمدم یه خواهر داشتم به مادر دیگه ندیدم نیست که مادرم مرده هیچ قبرش هم بلد نیستم و خواهرم گم کرد قربان دست خدا از این روزگار نجاتتون بده